14 دسامبر 2001 در اعماق کوههای تورا بورا در افغانستان، تیم ضربت CIA وارد یک خانه امن شده بود که به طور غیر طبیعی ساکت بود. گروه با احتیاط و سرعت حرکت می‌کرد. سلاح‌ها آماده و چشم‌ها در حال بررسی هر گوشه. اما هیچ تهدیدی پیدا نشد. فقط حس سنگینی در هوا بود و نشانه‌های کوچکی که نشان می‌داد کسی چند دقیقه پیش آنجا بوده است. صفحه لپتاپ در انتهای اتاق روشن بود و صندلی عقب کشیده شده بود. کمی کج، انگار کسی با عجله از جا بلند شده باشد. این نزدیکی به دستگیری منحصر به فرد نبود. پیش از این هم در خانه‌های مهمان در قندهار، در شهرهای مرزی مثل اسپین بولدک و بعدتر در خانه‌های امن سراسر پاکستان اتفاق افتاده بود. هر بار که حلقه تنگ‌تر می‌شد، به هر نحوی می‌گریخت. تا آن زمان تیم CIA و نیروهای ویژه نیروی دریایی دقیقاً می‌دانستند دنبال چه روحی هستند. آن روح با نام ابوزبیده شناخته می‌شد. برای عموم مردم این نام چندان معنایی نداشت، اما برای سازمان‌های اطلاعاتی همه جا حضور داشت. بعضی‌ها معتقد بودند او رئیس عملیات القاعده است. بعضی دیگر فکر می‌کردند جذب کننده نیرو و محافظ این شبکه است. هیچ کس دقیقاً نمی‌دانست کارش چیست، اما یک چیز قطعی بود: او مهم بود و هر بار که تلاش می‌کردند دستگیرش کنند ناپدید می‌شد. ابوزبیده کیست؟ چطور توانست سالها فعالیت کند و یکی از بزرگترین سازمان‌های تروریستی جهان را اداره کند؟ آمریکا چگونه در نهایت او را دستگیر کرد و بعد از آن چه بر سرش آمد؟ این داستان تعقیب و گریز 10 ساله برای مغز متفکر القاعده است: ابوزبیده. برای فهمیدن اینکه چرا ایالات متحده تا این حد برای دستگیری ابوزبیده بی‌تاب بود، باید بدانید او که بود و چرا حتی پیش از 11 سپتامبر تمام سازمان‌های بزرگ اطلاعاتی به دنبال او بودند. او در عربستان سعودی به دنیا آمد و در دوره‌ای بزرگ شد که جوانان زیادی برای پیوستن به مجاهدین و جنگ با شوروی به افغانستان می‌رفتند. او یک جنگجوی خط مقدم نبود، چیزی بسیار ارزشمندتر بود: سازمان دهنده، جذب کننده و طراح سیستم‌ها. وقتی نبرد از جنگ با شوروی به ساخت یک شبکه جهانی به نام القاعده تغییر کرد، ابوزبیده به یکی از هماهنگ کنندگان کلیدی آن تبدیل شد. او به اداره اردوگاه آموزشی خالدن در افغانستان کمک کرد، جایی که هزاران جنگجوی خارجی از سراسر جهان برای آموزش می آمدند. او سوابق کارآموزان را نگه می داشت و تصمیم می گرفت چه کسی آنقدر قابل اعتماد هست که وارد شود. در تنها 22 سالگی ابوزبیده محافظ یکی از خطرناکترین سازمان‌های جهان شد. اما بعد از 11 سپتامبر ایالات متحده جایگاه او را حتی بالاتر برد. او به عنوان رئیس عملیات القاعده، معاون ارشد و جذب کننده اصلی اسامه بن لادن معرفی شد. برخی گزارش‌ها می‌گفتند او پول و تدارکات حملات را مدیریت می‌کرد و برخی دیگر او را طراح عملیات‌های آینده می‌دانستند. باور داشتند اگر او را بگیرند می‌توانند القاعده را شکست دهند. چیزی که افسران CIA هنوز متوجه نشده بودند این بود که دستگیری او تقریباً غیر ممکن است. از دهه 1990 CIA اردوگاه خالدن را زیر نظر داشت، اردوگاهی که ابوزبیده بر آن نظارت می‌کرد. آنها می‌دانستند عوامل سطح بالا از آن عبور می‌کنند و قصد حمله به آن را داشتند. اما هر بار که تیم‌های عملیات ویژه برای یورش آماده می‌شدند، اردوگاه خالی می‌شد. اعضاب کوه‌ها ناپدید می‌شدند، ساختمان‌ها تخلیه و اسناد سوزانده می‌شد. انگار کسی در داخل اردوگاه دقیقاً می‌دانست چه زمانی باید برود. وقتی نیروهای آمریکایی بعد از 11 سپتامبر بالاخره به خالدن رسیدند، آن را رها شده یافتند. چادرها جمع شده بود و رد پای جنگجویان به سمت کوه‌ها می‌رفت. دفترچه‌ها، زیراندازهای خواب و هویت‌های جعلی پیدا شد، اما حتی یک هدف با ارزش هم نبود. آنها چند روز دیر رسیده بودند. ابوزبیده رفته بود. این اولین مورد از یک رشته تلاش‌های ناموفق برای دستگیری بود، الگویی که تکرار شد. هر بار که آمریکا نزدیک می‌شد، او ناپدید می‌گشت. تعقیب فقط به کوه‌ها محدود نبود. خالدن دور افتاده بود، اما شهرها قرار بود متفاوت باشند. در جاهایی مثل پیشاور و کراچی، CIA فکر می‌کرد با خبرچین‌ها، شنود تلفن‌ها و تیم‌های مراقبت ردیابی آسان‌تر است. آنها پیک‌های مرتبط با او را دنبال کردند. خانه‌های امن را زیر نظر گرفتند و خودروها را در خیابان‌های شلوغ تعقیب کردند. در یک عملیات، مأموران یک پیک را تا یک قرار ملاقات در محله شلوغ دنبال کردند. تیم‌ها در تمام خیابان‌ها مستقر شدند. خودرویی توقف کرد و مردی سوار شد. خودرو را در ترافیک دنبال کردند و آماده ضربه بودند.
ناگهان ماشین توقف غیرمنتظره‌ای کرد. ریمچ خیابان را پر کرد و خودروی دومی کنار آن ایستاد. در یک لحظه هویت‌ها عوض شد و افراد در جریان بازار حل شدند. وقتی مأموران جلو رفتند، ابوزبیده رفته بود و یک مرد تصادفی در خودرو پیدا شد. نه خشونتی در کار بود و نه تعقیب و گریز، فقط ضد نظارتی دقیق و تمرین شده. طعمه‌ها، مسیرهای جایگزین، خروج‌های سریع، سپر انسانی. او تعقیب را بهتر از هر سازمان اطلاعاتی می‌فهمید. هر بار که فکر می‌کردند رد واضحی دارند، مسیر سرد می‌شد. بعد از 11 سپتامبر فشار عظیم بود. آمریکا بدترین حمله تاریخش را تجربه کرده بود و دولت اسمها، پاسخها و نتایج سریع می‌خواست. همه سازمان‌ها در تلاش بودند بفهمند 19 هواپیماربا چگونه از سیستم امنیتی عبور کردند، این توطئه چگونه تأمین مالی و هماهنگ شد و چه کسی ممکن است حمله بعدی را برنامه‌ریزی کند. در ویرجینیا یک نام مدام تکرار می‌شد: ابوزبیده. او دیگر فقط یک هدف نبود، تبدیل به وسواس شده بود. ابوزبیده به لولو خورخوره بدل شد و آنها حاضر بودند هر کاری بکنند. پس از سالها ناکامی، آمریکا تصمیم گرفت راهبرد جدیدی اتخاذ کند. احتیاط کنار گذاشته شد و سازمانها با بودجه کلان پر شدند. ابوزبیده حالا یکی از با ارزش‌ترین چهره‌های شبکه محسوب می‌شد. سازمان معتقد بود اگر او را بگیرند، کل سیستم ممکن است فرو بباشد. آنها همکاری تهاجمی‌تری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، به ویژه اطلاعات پاکستان آغاز کردند. جان کریاکو، افسر سابق CIA، در رأس این تعقیب بود. We heard from our friends across the river that Abu Zubaydah is somewhere in the country. We have to catch him. And I go, you guys. I said, this country's the size of Texas. What do you mean he's somewhere in Pakistan? You gotta catch him. Well, I had a friend who was one of the top targeting analysts at the CIA. We were both in the counterterrorism center together. And when I was at headquarters, we would go for a walk at lunch together every day and just talk about, this is what they want you to do. Talk about operations and ideas and, stuff that you want to do. I called him and I said, can you get on a plane and come to Pakistan as quickly as possible? برای محدود کردن دایره جستجو، تحلیلگر تخته‌ای گذاشت و نام ابوزبیده را در مرکز آن نوشت. هر تکه اطلاعاتی که جمع می‌شد، اطرافش قرار گرفت. تا پایان هفته، شبیه تارعنکبوتی متراکم شده بود و با این حال فقط توانستند مکان او را به 14 نقطه محتمل کاهش دهند. طرح روی کاغذ ساده بود. هر 14 مکان همزمان هدف قرار می‌گرفت. جان کریاکو درخواست بودجه عظیمی کرد و برخلاف انتظارش خیلی زود تایید شد. بیشتر آن 14 محل ساده و آرام به نظر می رسیدند، اما یکی برجسته بود: خانه‌ای بزرگ و زرد رنگ در فیصل آباد و پنجره‌هایی کاملاً بسته که آن را محل 12 نامگذاری کردند و نیروهای اضافی اختصاص دادند. زمان ضربه فرا رسید. ساعت 2 بامداد تیم‌ها همزمان وارد عمل شدند. در خانه زرد بزرگ تیراندازی شد. در محله 12 درگیری شد. در میان آشوب یک نفر سعی کرد از در پشتی فرار کند. چند گلوله به ران و کشاله رانش خورد و فرو افتاد. در ابتدا کسی مطمئن نبود او کیست. چهرهش با عکس گذرنامه‌ای که داشتند مطابقت نداشت. اما پس از بررسی و مقایسه شکل گوش‌ها تایید شد که ابوزبیده است که روی زمین افتاده خونریزی می‌کرد اما زنده بود. اولویت فوراً از دستگیری به حفظ جان تغییر کرد. او را به سرعت به یک بیمارستان نظامی در پاکستان منتقل کردند، جایی که افسران CIA بالای سر جراحان ایستاده بودند تا از تثبیت وضعیتش مطمئن شوند. چند روز بعد مخفیانه از پاکستان خارج شد، سوار هواپیما شد و به چند زندان مخفی موسوم به بلک سایت منتقل گردید. نه دادگاهی، نه تیتر خبری و نه بیانیه رسمی. تعقیب علنی ابوزبیده تمام شده بود، اما داستان واقعی و آزاردهنده تازه آغاز می‌شد. حتی پیش از شروع بازجویی، ابوزبیده در شبکه بلک سایت ها ناپدید شد. زندان‌های مخفی خارج از ثبت رسمی با تایید بی سر صدای دولت آمریکا و اغلب در دل پایگاه‌های نظامی. در طول سالها تحقیقات مکان‌هایی در لهستان، رومانی، لیتوانی و دست کم یک محل در افغانستان به نام گودال نمک را شناسایی کردند. وقتی ابوزبیده وارد بازداشت CIA شد، نقش او فوراً تغییر کرد. او دیگر روح گریزان نبود. تبدیل شد به نخستین زندانی با ارزش بالا در برنامه‌ای که CIA آن را انتقال، بازداشت و بازجویی می‌نامید. سیستمی که در فوریت پس از 11 سپتامبر ساخته شد. این برنامه اجازه میداد برای گرفتن اطلاعات از هر وسیله‌ای که لازم به نظر می‌رسید استفاده شود. ابوزبیده تحت مجموعه‌ای از روش‌ها قرار گرفت که CIA آنها را تکنیک‌های بازجویی پیشرفته نامید.
این روش‌ها تعریف قانونی شکنجه را تا مرزهایش کشاندند. او در یک ماه 83 بار مورد شکنجه الغای حس خفگی قرار گرفت. برای مدت‌های طولانی از خواب محروم ماند. گاهی نزدیک به 100 ساعت به وضعیت‌های استرسی واداشته شد. با روشی به نام والینگ به دیوار کوبیده شد و گاهی در جعبه‌های کوچک حبس شد. بازجویان گاهی افراد را در اتاق‌های بسیار سرد می‌گذاشتند. نور و صدا را کنترل می‌کردند یا صدا و نور شدید پخش می‌کردند یا تاریکی و سکوت مطلق تحمیل می‌کردند. جیره‌های غذایی اندک زندانی را دائما گرسنه نگه می‌داشت. هر مرحله ثبت می‌شد و در داخل سازمان به عنوان ضرورتی برای جلوگیری از حمله بعدی توجیه می‌گردید. روی کاغذ قانونی بود، در عمل نه چندان زیاد. سالها بعد نوارهای ویدئویی بازجویی CIA نابود شد. تحقیقات آغاز شد و دیگر نهادهای دولتی به آنچه در این بلک سایت‌ها گذشته بود مشکوک شدند. اما پرسش اصلی باقی ماند. آیا این برنامه واقعاً کار کرد؟ در سالهای پس از دستگیریش، روایت دولت آمریکا درباره ابوزبیده تغییر کرد. مردی که زمانی رهبر ارشد القاعده و رئیس عملیات معرفی میشد، در واقع چیز دیگری از آب درآمد. ابوزبیده در حقیقت یک هماهنگ کننده مستقل در دنیای جهادی بود. We thought he was the number 3 in Al-Qaeda. What was he really? He had never actually joined Al-Qaeda. He founded Al-Qaeda's 2 training camps in southern Afghanistan. He founded the House of Martyrs, Safe House in Peshawar, Pakistan. He was Al-Qaeda's logistics guy. Right. So if you needed a false passport, a plane ticket, boat ticket, you needed weapons, you needed money transferred, he was the guy that did all that. But he had never actually joined Al-Qaeda. He never pledged fealty to Osama bin Laden. اگر ارزیابی اولیه اشتباه بود، روش‌های شکنجه به کار رفته علیه ابوزبیده تا چه حد قابل توجیهند و چرا او هنوز تا امروز زندانی است؟ یک دولت تا چه مدت می‌تواند فردی را بدون محاکمه نگه دارد؟ در حال حاضر ابوزبیده هنوز در گوانتانامو است. پس از 19 سال هرگز از سوی دولت آمریکا به جرمی متهم نشده است. سالها شکنجه و احساس گناه از هدر رفتن عمر پشت میله‌ها. چه می‌شود؟ So many of those guys were innocent of any crimes. And to lose 8, 10, 12 years of your life for nothing is inexcusable. رؤسای جمهور میآیند و میروند، اما بلک سایت ها باقی میمانند.